در شهر خوجند مرحله ولایتی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین نورسان 12 و 13 ساله آغاز گردید. در این مسابقه بین نورسان 12 13 ساله دسته‌های 8 کلوب فوتبال اسخط سوخت 87 جوانی جبار رسولوف مکتب مخصوص فوتبال شهر خوجند مکتب مخصوص فوتبال ناحیه باباجان غفوروف در زیرگروه ا تیم‌های ظفرآباد ضربدار اسفره سپیتامن کلوب فوتبال تاج شهر خوجند کلوب فوتبال سومونیان شهر گلستان و کلوب فوتبال خوجند شهر خوجند در زیرگروه ب بین هم سبقت میکنند. خرسند آور همین است که در این چمپیونات از همه شهر و ناحیه‌ها اشتراک کرده ایستادند. شخصا من از نام دسته ظفرآباد هم اشتراک کرده ایستادیم. بازی‌ها خیلی جالب و شوق‌آور گذشته ایستاده است. ما باوری داریم که از دسته‌های سوخت از اینجا دسته‌های یکچیم سوخت یک و سوخت دو در قسم نهایی اشتراک کرده به جای‌های نمایان سزاوار می‌گردند. ما دسته ظفرآباد هم حرکت می‌کنیم که در این چمپیونات جای نمایان را اشغال کنیم. ما منتداری خودم را و تمام اشتراکچی‌ها ورزشکاران مربیان را به فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون فوتبال ولایت سوخت می‌رسانیم که با ما چنین مسابقه‌ها را با سطح بلند گذرانیده و تشکیل کرده ایستاده‌اند. در بین دسته‌های فوتبال بازان 13 ساله نیز به غیر از دسته‌های در بالا ذکر شده تیم سوخدیان شهری بوستون نیز مهارت سنجی می‌کند. مقصد از راه اندازی نمودن این چوره‌بینی ورزشی از طرف فدراسیون فوتبال مملکت این پیش از همه جلب کودکان و نورسان به فوتبال و به وای رسانیدن فوتبال بازان کسبی میباشد. از بین فوتبال بازان هر دو سن و سال دسته‌های بهترین به دور نهایی چمپیونات مذکور راه یافته ولایت سوخت را معرفی می‌نمایند. در این مسابقه دو دسته ما اشتراک کرده است، یعنی سالهای تولدشان 2010 و 2011 و ما در این مسابقه کوشش و خرج میکنیم که این دسته خودمون دسته کلوب فوتبال تاج به دور نهایی یعنی به شهر دوشنبه که شده میگذرد با آنجا راه خط گرفته ولایت سوخت را معرفی کنیم و همین سبب میشد که بچه‌ها از کارهای بیهوده دست کشیده به ورزش و طرز حیات سالم را انتخاب نموده وقتهای خود را با ورزش میگذرانند. در میدانچه ورزشی محله نواباد میکروناحیه 34 مرکز ولایت سوخت بخشیده به روز شهر خوجند مسابقه شهری اوید به فوتبال خرد برگزار شد. این چوره‌بینی ورزشی با تشبث فدراسیون فوتبال شهر خوجند و دستگیری توحید بانک با مقصد جلب کودکان و نورسان به ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در جامعه راه اندازی گردید. در این مسابقه که از 1 سپتامبر آغاز گردیده بود دسته‌های مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 21 رقم 8 رقم 10 رقم 31 مکتب عرفان مکتب پولادوف و گیمنازیای رقم 1 اشتراک نموده بین هم سبقت کردند. مقصد گذراندن مسابقه در همین است که نسل نورس را باید که تربیت کنیم. خیلی که ما دیده ایستادیم در همین 34 میکرایان در همین ورزشگاه همین قدر بچه‌های بسیاری آمدند. ما مقصد ما همین است که از بین همین ها بازیگران از بهترین تیار کرده و دسته‌های لیگ عالی باید که تیار کنیم. با رحمت به آنهایی که همین مسابقه را تشکیل کردند و در آینده می‌خواهیم که همین مسابقه ها بسیار شده ایستاده. در نتیجه رقابت‌ها دسته‌های مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به دور نهایی راه یافته برای دریافت جام مسابقه بین هم سبقت کردند. دیدار این دسته‌ها در دور نهایی جالب و شوق‌آور جریان گرفته با حساب 1-1 مساوی انجام یافت. بعد زدن سلسله ضربه‌های جریمه‌ای فوتبال بازان دسته مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 جام مسابقه را به دست آوردند. غالبان و جایزه‌داران این چوره‌بینی ورزشی با مدال افتخارنامه جام و تحفه‌های خاطروی تشکیل کننده‌های مسابقه در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند.